خو یک سبب خیلی قوی برای پیدا شدن محبت در قلب مسئله چیست؟ سلام پرتافتن است. چی رقم سلام پرتافتن؟ پیامبر علیه السلام میگه افشوا السلام، سلام عام کنه. در اینجا نگفته پیامبر بیان کننده دین است. او کدام موردی که من نمیآید او را حتما میگه که شما سلام بگوی، خود این نمی حالت نگویه. پیامبر علیه السلام در یک حدیث بیرونی معلوم شد برای ما که در زمانی که در وقت قضای حاجت بود صحابی سرش سلام انداخت، پیامبر جواب نداد تا اینکه زود باز رفت تیمم زد، پس از او جوابش داد. معلوم شد که در وقت قضای حاجت سلام دادن نمیشه، دینمی حالت دادن نمیشه دیگه. یک وقت هم در حدیث من سلام نامد. حتی در نماز حدیث های صحیح ثابت است که اول سلام جواب در نماز میدادن. بعد از اینکه پیامبر علیه السلام مهاجرین از حبشه پس از هجرت برگشتن، اونجا منع شده بود کلام کردن در بین نماز، منع شده بود، صحابه خبر نداشت. ابن مسعود رضی الله عنه میگه که من سلام پرتافتم، صحابه بد برای من سعی میکردن. تو میگی من میگفتم که چرا؟ میگه پس از نماز برای من گفتن که منع شده جواب دادن با چی؟ بگه با زبان. واسه چطور کنیم سلام که پرتافته میشه؟ پیامبر علیه السلام اشاره دسته یا دسته بالا میکنه یا انگشت بالا میکنی جواب داده میشه. حالی هم در سری نماز اگر بیرونی میایه سلام میپرته، ولی خیلی سخت نه که تشویش به کلگی پرته، اما اصلی سلام میپرتی. مصلی چی میکنه؟ دست خود اینطور بالا میکنه، انگشت خود بالا میکنه، جواب سلام داد. و اشاره، جواب سلام به اشاره دادن بالکل ثابت است. یک آدم دور نشست آوازت برات نمیرسه، وقتی که تیر میشی بعد السلام علیکم تو اینجا بگویی و او همونجا دست بالا کنه برای تو چی بگه؟ و علیکم السلام بگه. اگر السلام علیکم و علیکم السلام نمیگی، بازی عملی کیسته؟ یهود است. باز این کار درست نیست. زمانی درست است که سلام برش بگویی.